توی قسمت‌های قبل کارهایی که واسه ماشین انجام دادیم، یکی از کارهایی که بود تعویض سپر جلو بود با این فلاپ مشکیش. بعد الان عقبم حالا بدنش هم کار داره، حالا صافکاری نباشه اینا نیاز داره، ولی قسمت عقب سپر اوکیه. بعد فقط این فلاپمون میبینید رنگش کاملا اصلا هر چقدر تمیز میکنه فایده نداره. بعد حالا میخوایم بازش کنیم اینو، بعد رنگش کنیم، دوباره ببندیم سر جاش. 3 تا پیچ داریم اینجا، اینا رو باید وا کنیم، از این ستاره‌ای ها میخوره. اینو باز کنیم و فلاپو در بیاریم، یه رنگ بزنیم، بعد بذاریم سر جاش. خب این پیچ رو باز میکنیم به این صورت. درش میاریم از جاش. جدا شد. بعد به این صورتی که میبینید، ببینید چند تا اینجا خار داره که میره داخل اینجاها. بعد همون 3 تا پیچو باز کنید و بکشید بیرون، راحت در میاد. بعد اینم از رنگ و روی روش ببینید مثلا هر چقدر تمیز بکنید فایده نداره. بعد بریم یه رنگ بزنیم، چون خودش سالمه، همه خاراش و همه چیز سالمه، فقط رنگش رفته. یه اسپری مشکی میزنیم اول، بعد البته بشوریمش که خاکاش بره، بعد رنگ کنیم و بعد بریم واسه نصبش، تمیزش بکنیم، بعد بریم برای رنگش و در نهایت هم نصبش. تا اون خوش بشه این لبه‌های سپرم تمیز کنیم، خیلی کثیفه. یه ذره آب بریزیم و بعد با دستمال اینا رو پاک کنیم. رنگ گذاشتم اینجا خوشه، بعد بریم برای رنگ کردنش. یه دونه اسپری خریدم به مبلغ 60,000 تومان. بعد حالا بریم برای رنگ‌آمیزی این فلاپ سپر. خب اسپری تکون میدیم و شروع میکنیم همینطوری، یه فاصله مشخص به اسپری کردن. این بخش رو زدم، حالا بریم سراغ این ورش هم بزنیم و بعد بزنیم تو آفتاب خوشه، بعد بریم واسه نصبش. گذاشتمش اینجا روی این میلهه قشنگ بمونه زیر آفتاب، یه ذره خوشه. بعد رنگش هم کردیم. نصف اسپری استفاده شد، هزینه‌اش 30 تومانه کلا حساب کنیم. نصف اسپری رو زدیم بعد تا خوش شد، بعد بریم واسه نصبش. جا زدم، بعد پیچا رو گذاشتم روش 3 تا رو، ولی نبستم کامل چون بعد قشنگ خوشه. بعد چون طول میکشه گفتم یه روز کامل تو پارکینگ بمونه ماشین که قشنگ خوشه. بعد چون باید فشار بدیم، الان دست بزنیم جای دستمون میمونه روش، بعد فشار بدیم که بیاد داخل. بعد ولی خب رخش خیلی بهتر شده از اون اولش. ببینید این ورش هم فاصله داره، اینو بعد هول بدیم بره تو، بعد پیچا رو سفت کنیم. اینم از رخ نهایی کار که به این صورت کلا با هزینه 30,000 تومان رخ پشتی ماشین عوض شد و خیلی قشنگتر از قبل شد.